من واسه بگم حسن من توی داشتی هولو میخوردی رسید به هستش گفت آخ توش گردو هم گذاشته. حالا من خوبم. من دیدم موزو با پوست میخوره. بودم مرد حسابی چه کاری؟ گفت وقتی من میدونم توش چیه واسه چی پوست. رفتم خونهشون دیدم یه پرتقال برداشته میزنه به دیوار. گفتم دیوانه‌شون چه کاری میکنی؟ گفت میخوام خونی بشه پرتقال خونی بخورم. کاره عجیبیه. حسن من از 3 نفر تو زندگی من تو قلب من جا دارم. خدا پدرم مادر آخ ببخشید جایی برای شما نیست. هه 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 هه. ایوار حسن ایدریبندی زنگ زد ثبت احوال. گفت ثبت احواله؟ گفت آره. گفت ثبت کنین احوال من خیلی ناجوره. بهش میگم آقای مقدم تو آدم دنیا دیده ای هستی، مثل بعضی ها سفر استرالیا میری میای. به من بگو تو که دنیا رو دیدی جاهای قشنگ دنیا کجاست؟ گفت دیدنی های دنیا رو فراموش کن، من خطرناکترین جای دنیا رو به تو معرفی میکنم. کنجکاو شدم بدونم واقعا وحشتناکترین جای دنیا کجاست. گفتم کجاست؟ گفت ترسناکترین جای دنیا مستراییه که سنگش از در فاصله داره و درش هم از تو قفل میشه. چه تجربه تلخی داشت. باباری باریگان یه بار پسرش ازش پرسید بابا چرا زمستونا پرنده ها از شمال به جنوب پرواز میکنن؟ گفت من امتحان کردم اگه پیاده برن خیلی راهه. پسرشو برد پیش دکتر روانپزشک. گفت آقای دکتر مدتیه پسرم کارهای دیوونگی میکنه، میترسم واقعا خل شده باشه. دکتر گفت دونت وری، اصلا نگران نباش، من دکترم الان آزمایشش میکنم. بهش گفت پسرم حالت خوبه؟ گفت بله. گفت این آبکشو بگی برو آب بیار. گفت آقای دکتر پسرم خسته است، بده من برم بیارم. خب بیشتر از این دیگه آقای مقدم لهت نمی کنم. یه بار حسن ایدریبندی به من SMS داد گفت از کجا استامینوفون میفهمه کجامون درد میکنه؟ به من میگه این حقوق بشر رو کی میدن؟ من چی بهش میگم؟ افتخار